سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به امروز نمینی ولاگ. امروز بعد از مدت ما مامانیم شاهین رفتی کم واک کنی. باز رسیدی در یک پارک. اینجا هم که وش میرین خیلی هوا خوب بود و درخت ها سبز شده بود، همه جا سرسبز بود. درخت های انار هم که گل کده بود و منتظری انارشی دوانش. مامانم از واک خیلی خوش آمد. هم آفتابی بود هوا، نه گرم بود نه یخ. باز گلام کیوش مونین چقدر همش درو گل میشه گفتش. گفته بابایم بعد از هر زمستان یک بهار زیبایه و ایم ثبوت چی. ما زیاد اینجا یک دی از واک. ما هم ششتیم کم کتاب خوندم در زیر سایه درخت در زیر فرش ها که خیلی خوب بود. کتاب ما هم خیلی خوب بود و ما تازه کتاب فارسی رو شروع کردم. اینجا هم مامان خوشش میگلزه گبستی وقتی مادر دختری داشتی همین که بارم گفتی از باره آبجین زیادتر که سلکتی آبجین هم یک دفعه پیدا شد، چون شاید شنیده بود که مادر از بارش گب میزنی. بعد ماد خود نشان داد، مقصد گب نزد، خود یک طرفه گرفتد. ما هم که تقصیش نشدی. آخرم خود چه رفت. شاهینم گفت بیا خدزمه بازی کنی. ما گفتیم بیا بازی از مریم روزمونی. بازیم از اندان خوب پیش ما شد اینجی. دیگه خدستو نماییم. از بازی مامانیم. امروز نما خیلی انجای کردیم و تا دیگه ولاگ را خلق بینیم. بای بای.